از کوچه های خاکی بوشهر تا استادیوم های بزرگ اروپا. این داستان پسریه که هیچ کس بهش امید نداشت ولی خودش رو به دنیا ثابت کرد. مهدی طارمی. همه چیز از اینجا شروع شد، از کوچه های بوشهر، جایی که یه پسر عاشق فوتبال رویایی توی سرش داشت. از همون بچگی فوتبال همه دنیای مهدی بود. تمرین و باز هم تمرین. پله پله جلو رفت. از شاهین بوشهر شروع کرد و خیلی زود همه فهمیدن که این پسر برای روزهای بزرگتری ساخته شده. وقتی به پرسپولیس رسید دیگه کسی بهش شک نداشت. مهدی یه ستاره شده بود ولی خودش میدونست که این تازه شروع راهه. مهدی رویای بزرگتری داشت. وقتش رسیده بود که به دنیای فوتبال اروپا قدم بذاره. در ابتدا به پورتو پرتغال پیوست و بعد اون لحظه فراموش نشدنی، گل قیچی برگردون توی لیگ قهرمانان. یه گل که دنیا رو متوجه مهدی طارمی کرد. ولی اینجا پایان ماجرا نبود. چالش جدید، سری آ ایتالیا، جایی که فقط بهترین ها دووم میارن. طارمی تو اولین بازیاش برای اینتر نشون داد که آماده است، آماده برای تبدیل شدن به یکی از بهترین های سری آ و روند خوب خودش رو توی اینتر حفظ کرد. شاید این فقط آغازشه، چون وقتی یه پسر از بوشهر تونست دنیا رو تحت تاثیر بذاره دیگه هیچ غیر ممکنی باقی نمیمونه. باید منتظر یه چیز بزرگ باشیم. شاید خیلی زود مهدی طارمی رو تو لباس رئال یا بارسا دیدیم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودی. ویدیو بعدیمون در مورد چه کسی باشه؟